با عقب نشینی نیروهای خارجی از افغانستان و نگرانی‌ها از برپایی نظام اسلامی در این کشور، سازمان‌ها و رسانه‌های جهانی در پیوند به حقوق زنان و حقوق بشر در افغانستان ابراز نگرانی کردند. در اینجا می‌خواهیم ببینیم در این 20 سال زنان و انسان‌ها در افغانستان در سایه نیروهای بین‌المللی از چه حقوقی برخوردار و بهره‌مند بودند تا روشن شود سازمان‌ها و رسانه‌های جهانی تا چه اندازه منصف و راستگو هستند و به زنان و انسان‌ها دل می‌سوزانند. بیایید از حقوق طفل آغاز کنیم و ببینیم که اطفال افغان در سایه اشغال از چه حقوقی بهره‌مند بودند که رسانه‌ها و سازمان‌های جهانی نگران هستند با عقب نشینی اشغالگران اطفال از آنها محروم شوند. کودکان گناهی ندارند و کسی را نکشته‌اند، پس بدون تردید باید در این مدت از بیشترین حقوق بهره‌مند شده باشند. اشغالگران در 10 سال اخیر تقریباً 7800 کودک افغان را به گونه مستقیم کشتند. صدها هزار کودک دیگر در نتیجه بیخانمان شدن، بیماری‌های واگیردار و سردی، گرسنگی و سوء تغذیه کشته شدند. این جدا از صدها هزار کودکی است که در نتیجه کشته شدن پدرها و مادرانشان با حملات هواپیماهای آمریکایی یتیم و بی‌سرپرست شدند و جدا از کودکانی که به علت زخمی شدن و قطع شدن دست و پایشان معلول شدند و با بی‌نوایی‌های گوناگون زندگی می‌کنند. تا اینکه در سال 2021 اشغالگران در حالی از افغانستان بیرون میشوند که کودکان در زباله‌دان به دنبال غذا میگردند و 10 میلیون کودک نیازمند کمک هستند. تصویر این کودک بینوا و مستمند عمق فاجعه کودکان افغانستان را نمایش میدهد و چنانچه یونیسف میگوید سلامتی 1 میلیون کودک در خطر است. بسیار شنیده میشود که اشغالگران از آموزش در افغانستان حمایت کردند. نمونه آن بمباران مدارس است. چنانچه در بمباران یکی از مدارس دولتی در سال 2007 7 کودک جان باختند. سپس در اکتبر سال 2020 هواپیما یکی دیگر از مکاتب دولتی را در ولایت تخار هدف قرار داد و 11 کودک با استادشان کشته شدند. زمانی که جمعی از کودکان حفظ قرآن را به پایان میرسانند و محفل دستوربندیشان است، هواپیماهای اشغالگر فراموششان نمی‌کنند و در روز دستوربندی دارالحفاظ را بمباران می‌کنند. چنانچه در 2 آپریل 2018 این اتفاق افتاد و هواپیماهای اشغالگران دارالحفاظی را در ولایت قندوز افغانستان در روز دستوربندی بمباران کردند. در نتیجه نزدیک به 200 نفر از حافظان و خانواده عموم مسلمانان حاضر در محفل کشته شدند. این 2 پسری که در تصویر می‌بینید برادر هستند. مادرشان منتظر بود تا از محفل دستوربندی به خانه بازگردند و آنان را در آغوش بگیرد، اما جسدهای بیجانشان را به خانه آوردند. شادمانی به غم تبدیل شد. کودکانی که گل لبخند فراغت در چهره‌هایشان شکفته بود پاره پاره شدند و ناله و فغان جای لبخند و شادمانی را گرفت. ورقهای قرآن به این سو و آن سو پراکنده بود و با خون کشته شدگان آمیخته شده بود. بمباران مدارس رسمی و محافل دستوربندی. ببینید اشغالگران چقدر دوستدار تعلیم و آموزش هستند. تلاش‌های زیادی در زمینه آموزش انجام دادند، به ویژه آموزش فرهنگ جنسی. صندوق جمعیت سازمان ملل متحد در افغانستان فعالیت داشت. به سایت آن سری بزنید تا متوجه شوید اهداف زیر را دنبال می‌کرد. 1. آموزش مهارت‌های زندگی با بهترسازی روابط عاشقانه میان دختران و پسران و شریک‌های جنسی. 2. حمایت از زنان و مردان همجنسگرا و زنان و مردانی که جنسیت خود را تغییر دادند. 3. حمایت از سقط جنین. صندوق جمعیت سازمان ملل متحد تلاش‌های زیادی کرد تا افکار خود را با نصاب‌های آموزشی در میان نسل‌های نوین افغانستان منتشر کند. این تلاش‌ها برای صنوف ابتدایی و ثانوی صورت می‌گیرد. تا جایی که دولت ترامپ پس از اینکه خبرهای حمایت این سازمان از عقیم‌سازی و سقط جنین اجباری منتشر شد، همکاری خود را با این صندوق متوقف کرد. سوال اینجاست: چرا با نام‌ها و کلمات بازی می‌کنند و در سایت خود خدماتشان را آموزش جنسی جامع می‌نامند، اما زمانی که با افغان‌ها سر و کار دارند با نام آموزش زندگی وارد می‌شوند؟ سازمان دیگری که خدماتی در زمینه آموزش جنسی ارائه می‌کند فدراسیون بین‌المللی تنظیم خانواده است. این سازمان بریتانیایی حمایت از همجنسگرایان و کسانی که جنسیتشان را تغییر می‌دهند را از اولویت‌های کاریشان می‌دانند. تا جایی که میان سال‌های 2010 و 2016 6000 بار تجاوز جنسی بر کودکان از طرف اشغالگران ثبت شده است، بدون اینکه تجاوز کنندگان دستگیر و یا محاکمه و زندانی شوند. این تنها تجاوزهایی است که در مدت 6 سال از 20 سال اشغال ثبت شده است. و احیانا سربازان اشغالگر از بمباران قریه‌ها و کشتن کودکان شادمانی می‌کردند و می‌خندیدند. اینها نمونه‌ها و بخشی از حقوقی بود که کودکان در سایه اشغال آمریکایی از آنها بهره مند می‌شدند.